از پشت میانه تا پترو طبیعت با رنگ طلایی تیرماه زنده. راه از میان درختان زرین میگذرد و هر قدم کس را به عالم معجزه ها میبرد. در سای دور و دراز طاووس آب می سراید. شرشره های صاف و روشن از جاها با نور طبیعی و جویی که آسمان را انعکاس میکند. از پای آزاد در مرغزارها به این سفر روحی تازه میبخشند. جنگل با عطر ارچه، شمال کوهی و سرود برگ ها دل را به آرامش نادر میبرند. توسط خرسنگ ها چگونه آب به پایان جاری می شود و همین گونه شرشره های زیبا و دقت جلب کننده به وجود می آیند. در اینجا شرشره ها مثل ریسمان جیلاناک از سنگ ها می افتند. هم بالا یکم ممکن 100 بار زیاد گشتم اگر همجا یکم بار دیدم. آنچنان پاک و مصفاست که گویا رودی حیات جاری باشد. اینجا مکانی که انسان وقت را فراموش می کند. کی آمد، از کجا آمد و با طبیعت از نو شناس می شود. بیایید، بنگرید و احیا شوید. پترو، آغوش معجزه های تاجیکستان. سیب جنگلی